نخ‌هایی از حادثه هوایی مرگبار دیروز پیدا شده. 3 جعبه سیاه هواپیمای توپولوف شرکت کاسپیان که دیروز در قزوین سقوط کرد پیدا شده، اما 2 تایشان به شدت آسیب دیده. مسئولان میگویند این سرنخ‌ها احتمال وجود نقص فنی در هواپیمای کاسپیان را پررنگ‌تر کردند. از امروز صبح کار بادخوانی نوارهای اون 2 جعبه سیاهی که روز گذشته پیدا کردیم در سازمان هواپیمایی کشوری در کمیسیون بررسی سوانح آغاز شده که اگر بتوانیم اطلاعات را در همین ایران بازخوانی کنیم این کار انجام میدیم، اگر دیدیم نتوانستیم اون موقع اونها را به کشور سازنده هواپیما میبریم. اگر جعبه‌های سیاه به روسیه فرستاده شود 10 تا 15 روز طول می‌کشد تا علت سقوط مشخص شود. 5 کارشناس روسی هم فردا برای بررسی علت سانحه به تهران می‌روند. تاکنون فرضیه‌های گوناگونی برای دلیل سقوط این هواپیما مطرح شده، از احتمال آتش گرفتن موتور هواپیما در آسمان تا نقص فنی و اجبار به فرود اضطراری در دشت‌های جنوب قزوین. احتمالاتی که موجب شده انگشت اتهام به سمت ناامن بودن هواپیماهای توپولوف روسی نشانه گرفته شود. اما با وجود تحریم‌های آمریکا که مانع اصلی نوسازی ناوگان هوایی ایران است، راه حل چیست؟ با باز کردن بخش خصوصی به صنعت هواپیمایی راهی در پیش گرفته بشه که ما بتونیم همچنان برگردیم